امروز در بین مردم ما فقط پسردارها خانه دختردارها میروند، دختردارها هم خانه پسردارها برن. این عیب نیست، این تعلیمات قرآن است. یگانه تویی که الله در قرآن ذکر کرد، یک نکاحی که پروردگار ذکر کرد، توی حضرت موسی علیه السلام است. در سوره مبارکه قصص وقتی حضرت موسی علیه السلام فرار کرد رفت، دخترای شعیب آب یاردم کرد. شما سوره قصص نگاه کنید، قرآن باز تمام زبان ترجمه شده است. وقتی او دعوت کردن خانه حضرت شعیب علیه السلام رفت، خودی حضرت شعیب بیان کرد که الله تبارک در قرآن میگه اريد ان انکحک احدى ابنتي، من میخواهم ای موسی یکی از دخترام در نکاح تو بدارم. موسی خواستگاری نکرد، خودی شعیب پدر عروس، پدر همون دخترها موسی را طلب کرد که تو چی فکر داری؟ میخوای که یکی دخترای من چیکار کنی؟ در نکاح خود بذاری؟